توجه میکنیم به نفران دیگر. باز هم در وزن 90 کیلو اینجا هم امامعلی کمالوف که دست بالا گردید موصوف هم به قطار همون مدعیان شاه جایزه نام خود رو هم درج کرد در صورت مجلسی وزن مطلق و الان امکان دارد بله اکنون وارد میدان شد. این ورزشگر تحت راهبری ریسکیدین رجبوف تمرین میکند و قبلا هم در جریان تمرین ها یک مهارت خیلی بهتری او را هم ما مشاهده کرده بودیم. با فردوس نسیموف نیرو میسنجد. برای امامعلی کمالوف هم البته مشکل است در این رقابت که پهلوانی جوان است. البته امیدواریم که چون این چهره ها در من بعد البته مهارت خود را صیقل خواهند داد. لحظه معرفی دوری دومی سبقت‌ها شروع گردید. فردوس نوکه غالب اومد. بعدا توجه میکنیم به سمتی که الکی خیلی هم مشکل تر است. بعد این دور باز هم دوری مرکب تر برگزار خواهد گردید. اینجا هم عادل سفرов، سعید جلال سیدов و نسیم فردوس نسیموف و شاهرخ امیرخانов چند تنی دیگر الکی انتظاری باز دعوتی آنها به میدانند. توجه میکنیم به رقابت دومی فردوس نسیموف که حریف خود حق نظرov رو هم در ثانیه های اولی قوه آزمایی با آسانی شکست داد و باز به دوری دوم راه یافت. امامعلی هم اینجا باز تلاش میکند در مقابل فردوس مبارزه بردنش خیلی مشکل تر است، اما به این نگاه نکرده حالا هم سزاوارانه تلاش کرده ایستاده است. خوب است که جوانان هم امروز با پهلوانان صاحب تجربه نیرو میسنجند در مقاومت آنها. البته باز هم توسط اشتراک در چنین مسابقه ها مهارت خود را هم صیقل میدهند. این گفته ها خود با امامعلی کمالوف که خیلی جوان است و با این نگاه نکرده در وزن 90 کیلو موفق شد برنده مدال طلا گردید و اکنون دوباره برای آغاز راه مبارزه وزن مطلق جهت شامل گردیدن به هیئت بهترین های مکافات عالی شاه جایزه امروزه البته نامنویس شد و الان رقابت اولین خود رو اینجا آغاز کرد و ادامه سبقت از جانب فردوس نسیموف هم اونقدر جالب توجه نیست. این هم باز یک سری مخفی رو هم دارا می باشد و فردوس هم در لحظه های دلخواه خود می تواند یک کاری جالب و بهتری رو هم سامان دهد. الان امامعلی خیلی بهتر هنرنمایی دارد به خاطر همون بیشتر دفاع کردن خود. خوب میداند که یک با اصطلاحی همون ملنیسی که از جانب خود فردوس نسیموف سامان داده می شود و باز از هر دو سری آسین داشته و بعدا اصول سری کیت رو هم در سطح بلندی ضروری فردوس نسیموف پهلوان خیلتی سفید داشته خوب استفاده میکند. حالا یگان امتیازی به دست نآوردن یگان آگاهی نیز هر دو ندارند، چون که یگان اشتباه به نظر نمیرسد در رفت نیروسنجی هر دو پهلوان و مکتبی ورزشی شهری کولاب امروز رشد یافتنش تا اندازه هم به نظر رسید، چون که فردوس و همچنین امیرجان نسیم باز هم شریف جان الدریف سگانه که الکی با مرحله نیمانی های راه یافتند این گفته ها رو باز میتوانم که البته ثابت سازم. و توجه میکنیم به هنر فردوس بسیار هم با فرصت دلخواه خود توجه میکند و سرعت نیروسنجی را اونقدر نمیتیزاند با خاطریانی که البته دورهای بعدی او را انتظار است. اگر چنین رفت بله که ادامه یابد جریان قوازمایی باز هم آگاهی را به امامعلی کمالوف داور منصوب دانست. محمد میرزایف داوری درجه جمهوری از ناحیه فیض‌آباد
الان برای فردوس ترتیبی که چون بیان کردیم بیشتر اکثر غلبه هایش در تنطره نوروز نورک و در مرحله مقدماتی چمپیونات هم توسط استفاده انا همون اصول سرکیت بود. یگان امتیاز نیست، هر دو هم تلاش دارند. یک آگاهی که امامعلی گرفته است، یک مشکلی و خوفی تا اندازه از میدان بیرون شدنش رو هم به وجود آورد. منظور از گفته بنده که اگر همین آگاهی باقی ماند، فردوس هم میتواند که در این لحظه موفق گردد. و باز هم یک حرکت دیگری امامعلی به نظر رسید. با استثنای حالتهای خیلی غیر مقرری فردوس، الکی امامعلی کمالوف الکی 3 مراتب یک کوشش خود رو هم خیلی بهتر براه موند. در استفاده اصول سر کتف موفق نگردید. پهلوانی شهر کولوب که خلعت سفید دارد فردوس، دقیقه آخرین نیروسنجی ورزشگران آغاز گردید. باز هم امامعلی در یک حالت خیلی مساعد است، اما ببینید که داشتن دست اینجا هم از نظر دور شد. اما کم تجربگی و اینجا هم باز آمادگی همه جانبه جسمانی این پهلوان هم تا اندازه به قدر کافی نیست. این رو الکی حرکت هایش ثابت می سازند. فردوس در این جریان 2 مرتبه با عملی کردن اصول سر کیف توجه کرد و امامعلی این مرتبه 4م است که باز هم اعتبار بدهد. بعد ببینید نکنون یک ستون رو میموند که خیلی استوار و قوی است و در عملی کردن اصولی که حلوک بیرونه نام دارد موفق شدن امامعلی در گمان است. حتی از جایش هم نجنبید فردوس و اکنون خیلی با یک جرأت متانت قوی این ثانیه های آخرین رو خواست که باز بهتر انجام دهد، اما موفق نشد. و اکنون یک آگاهی امامعلی او را از ادامه راه مبارزه مکافات عالی بنصیب کرده باشد. خیلی وضعیت مشکل تر بود. جست به هم آمدنی همین هر دو ورزشگر بسیار یک حالت خیلی مرکب را هم به میان آورد، اما رها یافتن هر دو ما از فردوس تجربه غنیش رو باری دیگر نشان داد. فردوس دست بالا شد در این وزن. در این دور هم الکی مراتبه 2 است که در وزن مطلق فردوس موفق می شود و بعد دور بعدی راه می یابد. هنوز از صبح بود، حالا اکنون صبح نصف روزی و نصف روزی به شام می رود، اما گوشتین انجام نمی یابد. دوستان عزیز، سعید جلال سعیدов آمده است، منتظر است کی شاروخ به میدان می براید. با فکرم شاروخ امیرخانов یا کمی دیر مانده باشد یا با سعید جلال گوشتین گرفتن نمیخواد. نست نباشد دیگر باید گوشتین ملی قاعده های خود را داشته باشد. چقدر وقت لازم است تا منتظر شد؟ او اگر نه دستی یکی رو بلند برداشت. نه نمی براید به فکرم. همین طریق سعید جلال سعیدов رو سعیدов سعید جلال به رقابت در این دیدار پیروز حساب می شود.
Насимов, Фирдавс. مکمل صداقت دیوان خودسر و درباره دیگر به توجه مخلصان آن پهلوان فرمانده که در صورت مجلس نامی خود را درد می‌کند و به میدان نمی‌براید این احترام به احترامی نسبت به مخلصان است. نصیبی شما را خاطر پهلوان غیوری در راهخانه گردد که بالاگیری زد و امروز با حالت فرصتی بود و دست آورده و نزدهای شعری می‌کشد که دختر می‌شوند اینها هم برابر برگزارند به افرادی که در یک گوشه نشستند و صداقتی میدان امروزه را با مانند شاهی یوسف تماشا کردند از این عالی و صداقت افضلیش بهتر و بیشتر دارد. اگر که نام نویسند و امروز از رقابت خودداری می‌کنند در فهرست در صورت مجلس در آن ورقه‌های کتاب چنین پهلوانانی با نام گرانبخت در جمع امروز هم بایستی تعصب و مهربانی من بسیار از نام مخلصان معذرت می‌خواهم شما با همه چیز در نظر امروز 6 ساعت عملی تجربه‌های سرکردن شما برای پهلوان محمود رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی برای پهلوان غیور وزن مطلق مکافات عالی شاهجایزه تأسیس دادند. فدراسیون کشتی ملی کشتیگیری جمهوری تاجیکستان کمیته فرم جوانان و ورزشی حکومت جمهوری تاجیکستان باید به قدر اعتماد و احترام از همین افراد برمند و مخصوصا مخلصان رسم و این را هم در عمل تطبیق کنیم نه با سخن که نام من را گویند و بعدا هر چی باشد حالا با همون ترتیبه که چون پیشی هستید و سبب این برآمدن گل صدر هویت و نظری شریف جان و میدان دعوت کرده می‌شود بخوری نیمه‌ای وزن مطلق شمالی جهانگیر نسیم فیردوس شمالی جهانگیر نسیم فیردوس تیاری بیند سعید جلال نظری شریف جان براستی دوستانی عزیز بعضن حالت هایی می شود که من نمیدونم در اینجا سرداور یا دیگران هستند من تشکیل کنندگان این مسابقه باید همه وقت از روی فهرستی که دارن از روی اون رود و یک شکل مبارزه برای به دست آوردن شاهجایزه نیست مشکلی دارد در شهر نورنگ نیست با این مشکلی ما گرفتار شده بودیم که یک باره یک پهلوان با باخت 4 مرتبه به میدان میبراید اما این سیستم دوره میگویند و راستی سیستم دوره که در یگان مسابقات جهانی ما بار نمیخوریم اما اینجا با فکرم خوبتر است نسبت به اون سیستمی که برای شاهجایزه مسابقات نورنگ بود. حالا دوستان عزیز اکنون پهلوانانی که بهر به دست آوردن شاهجایزه تلاش می‌ورزند فیردوس نسیموف است با شمایل جهانگیر دو پهلوانی که حالا اعلام کردند که در قسمت نیمه نهایی است. برای
شمایل جهانگیر آگاهی دادند. او خوب قبول کرد این آگاهی را. بحری به دست آوردن شد جایزه سید جلال سعیدов است، فردوس نسیمов است، شریف جان نظریف است. چند از پهلوانانی هستند که مبارزه میبرند بحری به دست آوردن شد جایزه. همین автомاشینی که از جانب حاکمیت اجرایی دولتی شهر دوشنبه برای غالب وزن مطلق پیشنهاد شده است. شاه جایزه خوب است اما باید هنر هم شایسته باشد، شاهانه باشد، چون که پهلوانان نامدار برایند هنر اصیل خویش را نشان دهند. چندی از پهلوانان را نام خوندند اما به میدان نبرآمدند. این یکی از مرحله های راه یافتن به مسابقه های بین المللی. من تمنای آن را میکنم که پهلوانان ما چون برای شاه جایزه اینقدر تلاش میکنند، پس در مقیاس جهان هم باید برای بلند برداشتن نام و شهرت تاجیکستان چنین تلاش داشته باشند، چون که اون میدان است که نبرد است، ننگ است، ناموس است. میدان بیرون از جمهوری تاجیکستان را در نظر دارم. خوب است برای شاه جایزه مبارزه بردن، اما شاه جایزه اساسی این آبروی وطن است، تاجیکستان است که در مقیاس جهان چون رسول باقی برآمد میکنی، چون کامرانشاه اوستاپیریان برآمد میکنی. خواجه زاده بیروس، آفرین، من به هنر این خواجه زاده احسن میگویم. صدرالدین عابدov پدر خواجه زاده بیروس ابراز کرده بود که من فرزندم رو فقط به مسابقه های بین المللی میفرستم تا کشور عزیزمان را معرفی کند. اینجا باید چهره‌هایی باشند که چهره‌های نو، چهره‌های جدید باشند که راه یابند به دسته‌های منتخب تاجیکستان. امروز دسته‌های منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته گشتین من در نظر دارم. گشتین جودو که یکی از دسته‌های اساسی محسوب می‌شود در رشته‌های المپی. امروز باید بعضی از وزن‌ها چهره‌های نو برایند، باید چهره‌های برایند که در اصل شایسته باشند. از همین جا باید گوهر را پیدا کرد تا هیئت دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته گشتین جودو را نیز پرقوت کنیم. رشته کرش رو یک باره یک ورزشکار در نمیدونم چند نمود ورزش برآمد میکند، هم در کرش است، هم در گشتین جودو است، هم در گشتین میلی است، هم در گشتین سامبو است. این بسیار فکر میکنم اشتباه است برای ورزشکاری که یک باره میخواد در چند رشته ورزش موفق گردد. غیر امکان هم است. باید یک نمود ورزش را انتخاب کرد و تا آخر در این نبرد. گشتین میلی با گشتین جودو شباهت دارد، ممکن است، اما گشتین سامبو، کرش، میلی، فارین فردوس نسیمov دوباره احساس کرد که این بله، فردوس نسیمov در قسمت نهایی است. فردوس نسیمov یکی از داوطلبان اساسی برای به دست آوردن شد جایزه نوروزی پایتخت 2019 محسوب می شود. فردوس نسیمov ما صحبتی هم داشتیم با او، آماده بود که در گشتین جودو نیز در مقیاس جهانی برآمد کند، حالا که در دسته منتخب جمهوری تاجیکستان شامل نشده است، چون که در وزن 100 کیلو سید جلال سعیدov است، در وزن 90 کیلو کامرانشاه اوستاپیریان گشتین میگیرد. انا سید جلال سعیدov برای مثال منه پهلوانی که در وزن 100 کیلو در جمهوری تاجیکستان خوب گشتین میگیرد، حجت برای معرفی نیست، اما در مقیاس جهان مخلصان او را نیز انتظار هستند. سید جلال را میخواهند که در مقیاس جهان نیز گشتین خوب گیرد.
دوستان عزیز، پیراهن سفید به بر کرده است سید جلال سعیدов. انا این چهره جوان است. حالا شریف جان نظری یکی از پهلوانان خیلی جوان است. قد و قامت بلند دارد. فرزند خیرالله نظریف است. خیرالله نظریف در کنج میدان نشسته است. من باوری دارم که این پهلوان یعنی فرزند خیرالله نظریف به مثل پدر در مقیاس جهان گوشتین خوب میگیرد. این گوشتین خوب است، اما در مقیاس جهان گوشتین گرفتن آبرو است. نه، در زمین کار کردن سید جلال سعیدов ممکن است. چون که خیرالله نظریف یک زمان در جهان عنوان قهرمان جهانی گوشتین سامبو بود. اولین جایزه‌دار بازی‌های آسیایی در دوران صاحب استقلالی کشور پدر همین پهلوان پیراهن کبود محسوب می شود. اوه پهلو برای سید جلال سعیدов هدیه کردند. باکنست، جوان است شریف جان، جوان است. بار اول است که به این قسمت های بزرگسالان می آید. باوری کامل است که این جوان قد بلند می تواند که در مقیاس جهان گوشتین گیرد. همون مهم است که در مقیاس جهان خوب درخشد. شریف جان جوان است و یکی از پهلوانان خوب محسوب می شود. او باید مربی خوب او را تربیت کند، بیشتر به مسابقه های بین المللی سفر برگردد تا آموزد، فضای مسابقه های بین المللی را آموزد. برای جمع 100 کیلو در گوشتین جدا هم گوشتین گرفتن خوب است. شریف جان چون اینجا سوار شریف جان گفته بسیار هم شوق آمد می شود این لحظه پوکریست. برحال به خاطر شریف جان هم مخلصان کفکوبی میکنند. این پهلوان نوجوان تاجیک آینده درخشان اون تیرازه. ببینید در دو سید جلال سعیدov نزدی و گوشتین گرفتن نمیخواهد. اکنون درجه سید جلال سعیدov بلندتر است. شماره مسابقه هایی که او اشتراک کردهش خیلی زیاد است. من در مقیاس جهان رو در نظر دارم. یکی از نفرانی که برای سهم خود رو برای سید جلال تربیت کردن تقوی او است رحیم. همیشه سید جلال رو به مسابقه های بین المللی سفربر میکرد. از او امید داشت چون فرزند او رو تربیت کرده است و دائما پیروزی او را خواستگار است. سراول در کالج تربیت جسمانی جمهوری تاجیکستان، در مکتب اینترنتی ورزشی جمهوری تاجیکستان تربیت گرفته است و بعداً حالا دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیمov محسوب می شود. بدن را کار می کند. آفرین، من بهوده برای شریف جان سخن نکردم. باوری است که این شریف جان خیلی جوان است. خیرالله نظریف آفرین، فرزند امسال خوب است، سال آینده شاید خوبتر شود. فقط اندکی جوانتر است. حالا هم تجربه شریف جان کمتر است. او می آموزد. ببینید باز سید جلال سعیدov را از میدان دور می کند. مخلصان در اینجا صدا بلند میکنند از هر جانب. انا اکنون رقیب ارزشمند پهلوانان نو، چهره نو، شریف جان نظریف، ظریف نظریف استاد همه اینو است. ظریف نظریف عنوان درجه بین المللی دارد در گوشتین جدا. باور کنید این نوبت نیست. شریف جان سر کیت میخواست هجوم کند. احسن، یک بار دیگر شریف جان. مخلصان صدا میکنند از کنج و کنار.
حالا وقت اگر کافی باشد پس اکنون 1 دقیقه دیگر در اختیار دارد شریف جان. خیرالله نظریف اولین نفر پهلوانی که در کشتن جودو در دوران صاحب استقلالی کشور از بازی‌های آسیایی مدال به خزینه ورزشی تاجیکستان شامل کرده است. اشتراکچی بازی‌های المپی محسوب می‌شود. در همراهی با نورالله لایقوف دو پهلوان سنگین وزن تاجیک سید احتم رحیموف فرزند سید مومن رحیموف این گروه اساسی دسته منتخب سابق جودوکاران تاجیک محسوب می‌شدند. حالا اکنون میتواند شریف جان نظریف پیوسته هجوم کند. نه در اینجا سید جلال سعیدов در زمین کار کردن ممکن است، تن نیست. حالا شریف جان خیلی آزاد است، سبک گوشتین میگیرد. یک هجوم دیگری شریف جان شاید نتیجه دهد، اما سید جلال سعیدов تجربه ورزشکاری تجربه دار است و خود را کنار میگیرد. وقت به انجام میرسد و با قسمت نهایی سید جلال سعیدов آفرین بسیار دیدار خوب شد. سید جلال سعیدов با فردوس نسیموف برای به دست آوردن شو جایزه تلاش خواهند کرد. alifshop.tj تکنیکا با نسیه به پیش پرداخت به کمیسیا در سایت alifshop.tj بخرید.
тантанаи бошкӯҳи иди наврӯз дар манотиқи кишвар идома дорад. ин навбат паҳлавонони маъруфи ҷумҳурӣ дар ҷашни наврӯзи ноҳияи Рашт барои 3 шоҳҷоиза мубориза мебаранд. иди гӯштини миллӣ рӯзи 25 март соати 11 дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Рашт баргузор мешавад. марҳабо ба тамошои сабқати паҳлавонони маъруфи кишвар дар ноҳияи Рашт. alifshop.tj техника ба насиҳат бе пешпардохт бе комиссия дар сайти alifshop.tj бихаред. ман дар доди 7 солагӣ будам ки падарам аз дастам гирифта ба ҷудо бурд. бо ҳавасу муҳаббат ба бачаҳое менигаристам ки бо либоси сафед банду довҳои зебои ҷудоро иҷро мекарданд. аз қадамҳои нахустин ба гилем ман гирифтору гарояндаи ин варзиш шудам. бале осон набуд. сабру таҳаммул дар вуҷудам кам буд. мехостам ҳарчи тезтар натиҷа ба даст биёрам. дар ин гуна фурсатҳо дастгирӣ зарур будааст.
ва ман онро пайдо кардам. варзиш гирифторист. вале фурсатҳое фаро мерасанд ки ба худ мегӯӣ ин ҷодаи ман нест. андешаҳои бадро аз қалбам ба дар кардаму дигар бора бар зидди нобоварии хеш мубориза мебурдам. талош баҳри орзуҳоям. гаҳе там ба таслим шудан доштам. аммо қиблагоҳам гуфт ҳеҷ гаҳ таҳаммулро аз худат дур накун. ин калиди ахирини кушоиши дарҳо буд. бо гузораи солҳо дарк кардам ки معرفی دو پهلوانی وزن مطلقی برای مدال برنجی الان مبارزه میبرند. شمایل جهانگیر ورزشکاری دسته دوشنبه یک با خلعت سفید. درباره هنرنمایی شریف البته ما قبلا حرف زدیم که خیلی جوان است و امروز هم اکنون در برابر آغاز این سبقت خیلی حریفش هم پیش دستی کرد شمایل جهانگیر و حالا امکانیت باز هم از این هم فشار بیشتر را دارد البته شریف جان نظریف. اوی یک لحظه که این مراتب اکنون یک هنرنمایی شمایل جهانگیر تا اندازه نگران کننده هم هست. قامت بلند شریف جان البته برای شمایل اندکی مشکلی به وجود آورد چون این حلوک داخله را طرزی که مقبول دل بود باید اجرا میکرد چون این نشد. دو کوشش شمایل را الکی ما مشاهده کردیم در مقابل شریف جان نظریف. این حرکت سومش هست اما خیلی هم نگران کننده، خیلی هم هیجان و احساسات زیاد این پهلوان خلعت سفید پوش رو فراگیر است. کمی آسیب دید و باز دفعتا همان کار رو دوباره هم اجرا کرد. باز هم مشکلی از زیادتر شد چون که شریف جان وزنش گرانتر است و قوه آمادگی جسمانیش کاملا فرق کننده. اما در مقابل شمایل الهان کاری رو هم خوب انجام ندادن نتوانید. شریف جان ببینید که خیلی هم با چنگال همون ترتیب میافتد که خیلی هم شباهت دارد با اون بزرگ جوسه هایی که وزنی از همه پایانی رو تهدید میکنند و خیلی هم افضلی و برتری هنرشان رو نشان میدهند. اما مهم در رقابت امروزه هم البته امتیاز است. شریف با این باوری دارد که در مقابل شمایل جهانگیر امروز هم موفق میگردد. این ایپان چون اشاره که با تخته پشت حلال است. دویدن یک اشاره هم باز دویدن گسولات تا با همون نزدیک کهدان و فرصتی که ما هم خیلی با هم دیدیم که جریان رقابت جالب‌تر بود و کار موضوعی بررسی نموده هم در یک سطح ضروری بود. یعنی آن مطلب، آن هدف، آن نقشه که داشت شریف جان نظریف در جریان این دیدار موفق شد با آسانی. یک مرتبه همون لحظه که بهتر بود. البته میتوانیم این مرتبه بار دیگر با هم ببینیم که بسیار هم یک پرتافت جالب بود، غرایب و خیلی هم دیدنی در اجرای شریف جان نظریف و همینطور پهلوان امیدبخش شهر کولاب در جریان این رقابت دست بالا گردید. مخلصان البته انتظار همین مرحله خیلی حساس برای شاه جایزه مکافات عالی. فکر بکنم که هر دو پهلوان که در سبقت نیمه نهایی دیدار انجام دادن
امروز هم خیلی و خیلی نفران سزاوارن، هم سعید جلال و هم فردوس نسیموف که پهلوانان در وزن 100 کیلو مهارتشون خیلی سطحی عالی. دوستان عزیز، هواداران و دلباختگان گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری، اکنون قسمت فینالی است میان پهلوانان مطلق بهره به دست آوردن شاد جایزه. دو پهلوانی که یکدیگر را خوب میشناسند، یکدیگر را خوب میدانند و نبرد اونها در قسمت فینالی باوری کامل است که بسیار هم پرشور و شوق برگزار خواهد شد. فردوس نسیموف پیراهن سفید به بر کرده است و سعید جلال سعیدوف با پیراهن کبود گوشتین را آغاز میکنند. این مرحله بهره شاد جایزه است. حالا داور مرکز، داور درجه جمهوریوی خوجنجیدوف، داور از ولایت مختار کوهستان بدخشان هر دو پهلوان را با هم وصل کردن اشاره میکند. یک جا یک بار دیگر معرفی میکنند. سعیدوف سعید جلال را هم معرفی کردن. قسمت نهایی است دوستان عزیز. حالا این مراسمی برادروارانه آغوش گرفتن یکدیگر است، چون که رمزی گوشتنی ملی این برادری است. فردوس نسیموف، سعید جلال سعیدوف در حال چنگال پشت فردوس گرفت. مردم صدا بلند میکنند. سعید جلال چنگال میگیرد، در حال از چنگال دست میکشد. فردوس نیست چنگال خود را برای بردن است آناره سعید جلال. این مرحله جانبستی است دوستان عزیز. مرحله است که اکنون غالب را مقرر میکند، یا سعید جلال یا فردوس. حالا مقرر نشده است. ببینید فردوس یک اصول خیلی خطرناک دارد، اما سعید جلال این را خوب درک کرده است. دوباره خوجنجیدوف گیرید میگوید. نوبت دیگر سعید جلال با واس یک لحظه پشت سر میگردد. یک قسمت مخلصان فردوس و قسمت دیگر سعید جلال میگویند. سعید جلال سعیدوف آخران مراتب در گرند اسلم یکاترینبورگ بلال نیازوف مبارزه برده بود. در رشته گوشتنی جودو حالا هر دو مستحکم داشتند. آواز ایج در اینجا یگان تفاوت میان این رقابت نیست، فقط مبارزه برابر رفته ایستاده است. اگر توجه کنیم دوستان عزیز، یک لحظه که با سبقت‌های هر دو پهلوان در مرحله نیمه نهایی وزن 100 کیلو هم دیدار انجام دادن، اما این قوت سنجی کاملا فرق دارد. تنبیه در پیش است. اگر چنین ترتیب باشد، البته داور هم در این لحظه بی‌طرف نیست و این قوازمایی از رقابت وزن 100 کیلو خیلی فرق کننده است. اگر توجه کنیم به هنرنمای پهلوانان در دیدار اولی میدان امروزه، فردوس اندک افضلی خود را نشان داد. حتی باز هم مخلصان با صدای هشتگ با یک احساساتی که خیلی همه جانبه دستگیری کردند، ولی در مقابل این پهلوان هم باز ایستادگی کردن کاری سهل و عادی نیست. فردوس رو اگر باز این وقتی در اختیار داشته که نتیجه بخش نباشد، کمیته تدارکات به خلاصه آمدن که با 3 دقیقه وقت اضافه برای امتیاز از همه والا برای موفقیت این دور و محض جایزه مکافات عالی وقت ضم می‌گردد. برای این رقابت در مرکز دقت سرداوری مسابقات و واقعا هم اهلی داوران قرار دارد. بعداً بود سعید جلال عمل سامان داد، البته افضلی یک حرکت بهتری خود رو هم در جریان رقابت نشان داده توانست، اما باز دیگر عامل ها فراگیرند. اینجا نسیم رو میسازد در جریان رقابت که کاملا شکلی استفاده اصول ها طرزی که با خاصی خود مقابل دیگر حریفان بود، اما در مرحله
шоҳҷоиза муқобили Саидҷалол. Албатта корҳои таваккалӣ ба кор намераванд. бисёр эҳтиёткорона бояд Насим дар ин ҷо ҳам амали худро сомон диҳад, чунки дар майдони имрӯза як маротиба ҳам ноком шуда буд. паҳлӯ ҷои гуфтугу нест. аллакай Саидҷалол инро собит кард ки нисбат ба Фирдавс дар майдони имрӯза хеле афзалу бартарӣ бештар дорад. ҳам бадан ва ҳам паҳлӯ баҳогузорӣ гарди Саидҷалол Саидов. дигар ҳоҷат ба идомаи сабқат ба вақти изофа ҳам фикр мекунам намемонад, чунки 2 дақиқаи дигар ҳарду нерӯ месанҷанд дар майдони имрӯза дар вазни мутлақ барои мукофоти олӣ шоҳҷоизаҳои як лаҳзаи бадан ба Фирдавс Насимов. Саидҷалол паҳлӯ дорад, ин кофист барои аст ки вақт сипарӣ гардад. хеле эътирози мухлисон, лаҳзаҳои ҳассосу ҳаяҷони зиёд барои мухлиси ҷонибҳо, аммо Фирдавс инҷо фикр мекунам дар ҷараёни муборизаи имрӯза ҳунараш ҳам он қадар табъи дили мухлисон сурат нагирифт. акнун паҳлӯро аз даст дод. дӯстони азиз, акнун набард зиёдтар мегардад. вақт каме дигар боқӣ мондааст. қариб 1 дақиқаи дигар аст ки ҳоло дар ин ҷо Фирдавс бо Саидҷалол гӯштин мегирад. ин гӯштини Саидҷалол бо Фирдавс. Саидҷалол мебарояд ҳоло аз майдон. ава ин равиш барои довар маҷбур мекунад ки Саидҷалол Саидовро огоҳӣ нишон диҳад. ҳоло як вазъияти мураккабтар нисбат ба ҳолате ки Саидҷалол бо Фирдавс мегирад. кош Саидҷалол дар мусобиқоти ҷаҳонӣ чунин гӯштин гирад. ба қисмати финалӣ барояд мо орзу мекунем, аммо сад афсус ки ҳеҷ не ки мо Саидҷалолро дар қисматҳои финалӣ бубинем. аммо дар ин ҷо хуб аст гӯштинаш, хеле хуб дурахшид. ҳоло бо Фирдавс Насимов баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза набард мекунад. вақт каме дар кам боқӣ мемонад. Саидҷалол Саидов ҳар лаҳза вақтро кашол додани аст. вақт ба анҷом мерасад. ва ҳамин тариқ Саидҷалол Саидов соли 2019 низ ба гирифтани шоҳҷоиза мушарраф мегардад. мо будем дӯстони азиз. ҳоло ку садои Али Шариф аз майдон мебарояд дубора, аммо дар паҳлӯи ман буд лаҳзае ки ин рақобатро дар якҷоягӣ шаҳр додем. ҳоло маросими супурдани тӯҳфаҳо барои вазни мутлақ баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза низ муқаррар гардид ва Саидҷалол Саидов дар ин ҷо мақоми аввалро касб кард. ба ҳамаи мухлисони ашадӣ, ба ҳамаи ҳаводорони гӯштини миллӣ ки имрӯз вазни қимати худро дариқ надониста тӯли 6 соат моро ҳамроҳӣ карданд. арзи сипосу миннатдорӣ мекунем ва ба ҳамаи шумо наврӯзи имтиҳонаи байналмилалӣ муборак бошад. дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини миллӣ гӯштигирӣ бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2019 беҳтарин паҳлавонон майдондорӣ карданд ва муваффақияти онҳо бори дигар собит сохт ки гӯштин дар ҷумҳурии Тоҷикистон рақами 1 ва навъи дӯстдоштаи мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон аст. варзиши суннати сол бо ибтикори бевоситаи асосидори сулҳу ҳадафи миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушдуи кишон меомад. он рӯз дур нест ки ин тантана ба ҳукми анъана ва ба нуфузи байналмилалӣ
مطلق تحفه‌ها را تقدیم سازند و برای فینالیست انتشاری پهلوان امیدبخش کوه سحر شریف جان نظری مشرف گردید. دوستان عزیز، اکنون مراسم سپردن تحفه ها برای جایزه‌داران و غالب مطلق شاد جایزه شریف جان نظریف در مقام سوم قرار گرفت. فردوس نسیمов در مقام دوم و نشان طلایی را سید جلال سعیدov به گردن آویزان میکند و صاحب شاد جایزه میشود. در همین جا دوستان عزیز، ما نیز گزارش خیش را از نوروزگاه پایتخت به انجام رسانیم. این بود چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتین ملی گشتینگیری بخشیده به عید بین المللی نوروز پایتخت 2019. جام پایتخت را سید جلال سعیدov سزاوار میگردد. خیر، شاد و پیروز و سربلند باشید.